کتاب مخزن علم و دانش و سرچشمه علم و معرفت به حساب می رود. کتاب وسیله انتقال میراث علمی و فرهنگی و تاریخی و ادبی ملت محسوب می یابد. مسلم است که کتاب و کتابخوانی عملی فایده آور و ضرور و مهم در زندگی انسان به حساب می رود. استادان و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر وحدت صاحب ارمغان بهترین فرهنگی گردیدند. با ابتکار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و در دایره همکاری‌های سودمند با ایالات متحده آمریکا با مقصد بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت و بیدار نمودن شوق کتابخوانی خوانندگان به کتابخانه تعلیمگاه زیاده از 500 نسخه کتاب‌های تازه نشر تقدیم گردید. دوام سالهای اخیر شماره اعضایان دائمی کتابخانه مکتبی در این مؤسسه تعلیمی بیشتر گردیده است. در این روز با اشتراک بهترین خوانندگان اعضایان فعال کتابخانه تحت عنوان همراه بخوانیم چاره‌بینی علمی و عملی برگزار گردید. شرکت کنندگان با قرائت شعر و ترانه بار دیگر ثابت نبودند که شخص کتابخوان صاحب معرفت بلند می باشد و از تاریخ و فرهنگ ملی همیشه برخوردار است. در کشوری که سطح کتابخوانی و کتابدوستی جامعه بالا بوده است، برای آیندگان گنجینه غنی و ماندگار و میراث علمی و ادبی به میراث گذاشته است. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله، وحدت اخبار.